خب سلام رفقا، امیدوارم که تاریک نشده باشه هنوز و با نور طبیعی فیلم رو بگیریم. خب امروز میریم واسه یه آموزش دیگه، پس من چی از وانتونز. خیلی دوستش دارن و راجبش فقط بگم که قسمت اولش، یعنی این قسمتش سخت‌تره. اگر که حالشو داشتی میتونی یاد بگیری، ولی اون انرژی داشتم که مبتدی بوده ولی انقدر علاقه داشته به آهنگ یاد گرفته. اگرم حالشو نداشتی فقط میخواستی که بیای بخونی با گیتارش، قسمت دومش اون قسمتی که اینجوری میشه، اینجاش خیلی راحته برای خوندن. میفته این بر مسیرت، انتقام است اینا، میفته این بر مسیرت، خیلی بند میشه، صدای آبکوروش زیادی بنده. خب بریم واسه آموزش. راستی قبلش هم بگم که لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. گام اصلی اینه که کاپو فرت 1 باشه. کاپو نداشتید فدا سرتون برمیدارید. اگه گام خیلی براتون پایینه، صداتون اینجوری مثلا کلوف میشه، دوست دارید نازکتر شه، اینو میاریم جلو. حالا یه دونه 2 تا 3 تا چند تاشو میذاریم به اختیار خودتون، هر کدوم که دیدید مناسب تره برای صداتون. من با گام اصلی میذارم تا صدا مثل صدای آهنگ اصلی بشه. راجع به دست راست بگم، میتونیم کلا که تیراندو کدومه؟ اونایی که اینجوریه که میزنی به سیمبالای تکیه نمیده. آپویاندو این میشه، تکیه دار میشه. ما با این کاری نداریم، واسه این قطعه ها از آپویاندو استفاده نمی‌کنیم. تیراندو. حالا تیراندو اگر بتونید از IMA استفاده کنید اونجوری بزنید، اگر هم سختتون نمیتونید همه رو با IM بزنید، زیاد فرق نمیکنه، با IM هم کارتون راه میفته. حالا بریم برای آموزشش. این قسمت اول فرتا رو نمیگم آنچنان، چون تو فیلم مشخصه. این حالا مثلا 3، این 1، این 2، فرتا مشخص. من سیما رو میگم: سیم 1، سیم 3، سیم 2، بازم 2، سیم 3. این قسمت اول: 1 3 2 2 3. خب اینو که زدیم انگشت رو بلند نکنید، نیازش داریم تا جایی که بهتون بگم. سیم 3 فرت دوم میشه 5 3 2. بعد انگشت سوممون رو میذاریم سیم 1 فرت دوم، یعنی همین فرت. پس یه ولی میذارم 5 3 2. اینو که گذاشتیم میشه 4 و 1 با هم. بعد 3. حالا این 3 شد، دیدید واسه این میگم بلند نشه. دوباره از اینجا میذارم 4 و 1 با هم. 3 2 2. حالا 3 آخرمون دست بازه 3. تا اینجا شو بریم یه بار دوباره. بعد سریع انگشت سوممون میره روی سیم 6 فرت سوم. 6 3 2. تا اینجاش. حالا اینجا با انگشت دوم بگیرید، با انگشت 3 نگیرید. سیم 3 فرت 3. من میگم فرت 3 در واقع مجازی دارم میگم، یعنی واقعیت فرت 3 اینجاست، ولی چون کاپون اینجا گذاشتیم همه چی یه فرت اومده جلوتر. این فرت 3 منظورم الان. سیم 2 فرت 3 رو میگیریم، بعد میزنیم آرپژ این، یعنی آرپژ که نه، الگوی به این شکلی: سیم 1 سیم 2 سیم 1 سیم 2. هی تمرین.
حالا ببین چجوری برمیدارم میذارم. اول صفر سیم یکمون، بعد این میشه دوباره صفر، این میشه صفر، آخری که اینو گرفتیم بعدیش میشه با انگشت سوم فرت سوم و بعدش فرت پنجم. این بلند نشه. حالا اینا که مهم نیستش در واقع، انگشت یک و سه، ولی انگشت دومون همون سیم دو میمونه تا وقتی که این میاد اینجا. خیلی ها میگن اینجا سخته اون برامون و فلان و اینا. سعی کنید همینجوری بگیرید که بهترین حالت بشه. نتونستید مجبورید یه کاری کنید دیگه، اینطوری مثلا سری، ولی باید مثلا بگیرید که یه ذره سخته حتی. خب یه بار دیگه اینجا رو پس میریم، اینجوری شد از اینجاش. تکرار اولش میتونید تکرارش رو اولی رو با سیم 6 بزنید همزمان، یعنی اینطوری. بعد میریم حالا سراغ اون قسمتی که میخوایم بیایم شروع کنیم بخوندن. فرت سوم سیم یک، 6 و 1 با هم با انگشت ام بزنید اینجا رو و سیم 2 رو با آی. اینجا قراره که سیم 1 2 1 2 رو بزنیم 4 بار هر کدوم، یعنی 1 2 3 4. فقط اولی رو با سیمای بیس بخوایم بزنیم که توی این فرت سومی سیم 6، یعنی این. بعد فرت دوم گرفتیم، این بار بیس هم میشه سیم 4. وقتی هم هیچی نگرفتیم، یعنی فرت صفر در واقع گرفتیم، بیس هم میشه سیم 5 فرت سوم و دوباره 4. خب پس اینجاش میشه پس نجی به این راحتی. این قسمت فقط خوندنش رو یه ذره باید هماهنگی داشته باشید دیگه، با تمرین درست میشه. و اگر یه وقت سوالی، نظری، انتقادی چیزی بود بگید دیگه، در خدمتم. خداحافظ.